اینو بخور تا زودتر بزرگ بشی. بیا کوچولو بیا دیگه. افه جان بیا پسر گلم ببین چی میگم. بیا کتتو تنت کنم بعدم بازی کن. چشم. پیشی بیا پیش من، بیا پیشی، بیا گربه با ارزش من، بیا اینجا. کوچولوی خوشگل ملوسه باو، گربه وحشی دیوونه. چی شد دخترم؟ اون چنگم زده این بابا. اومده بودم ببینم شما چیزی لازم ندارین؟ دخترم بهتره بری دکتر ببینه، انشالله چیزی نشده باشه. ببین حسابی چنگت زده. چطور؟ مگه چی میشه؟ خب بحث احتیاط. گربه که مال ما نبوده، نمیدونم یه وقت مریض نشی. نه چیزی نمیشه. میخواد چی بشه؟ نه چیزی نمیشه. بگیرش. یواش مراقب باشین. کمک کنین. ای بابا چته خانم؟ باشین حالم بده. چی شده؟ آخه این دیگه سوال داره. کمکم کنین، گربه چنگم زده، حالم بد میشه. آی داد نزن تموم شد. جونمو که از سر را نیوردم. گربه وحشی. آی از خونه مرادم که خیلی به ما نمیرسه. اون گربه چنگت زده؟ مگه چیه؟ اون گربه که مشکلی نداره، تمام واکسناشو زده. بی خود بهت آمپول زدم. چی؟ خب پس واسه چی میزنی؟ ازت شکایت میکنم. برو شکایت کن. ولی تو که به من نگفتی کدوم گربه چنگت زده. گفتی گربه چنگت زده. به هر حال بلا به دوره، فقط یکم درد کشی. برادر رضا. مراد بسه دیگه راحت هم بذار. سیرما زنده است. برو جونم. با چشمای خودم دیدم برادر. چطور ممکنه؟ بهم گفتم مرده. خیلی دنبالش گشتیم. نکنه. ببین برادر، سیرما رو برمیگردونیم، اصلا نگران نباش. خودم باعث شدم، خودم هم حلش میکنم. پدر بس دیگه. شنیدی پسرم؟ میگه سیرمای من زنده است. از کجا معلوم سیرماست؟ از کجا معلوم؟ شاید نقشه جدیدی کشیدی. بیاین بریم با هم ببینیم. اگه دروغ گفته باشم هر فکری خواستین راجع به من بکنین. صبر کن پدر. پسرم چند سال صبر کردم، دیگه یه دقیقه هم نمیتونم صبر کنم. تو زندگی یه بارم که شده به حرفم گوش کن پدر. یه بارم که شده حرف پسرتو گوش کن. اگه قرار باشه بریم باید آماده بریم. اگه لازم باشه به پلیس هم خبر میدی. باشه بریم سراغ پلیس. اصلا من شخصا میرم. پس معلوم شد نگرانی دیروزت واسه این بود. حالا نگران یه اسب هستی. آره اونطوری که شما فکر میکنه نیست. اون حیوان مال آقایی که بیرون منتظره، یعنی آقا رضا. خیلی مهمه، خواهش میکنم. آخه ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی این که کار ما نیست. قربان فرصتی نداریم. اگه میدونستم چیکار کنم که مزاحم شما نمیشدم. پس را بیافت. ایشون کمیسر آسم هستن که گفتم قراره بهمون کمک کنن. ای بابا یه دقیقه وایسه ببینم، اینقدر پر حرفی نکن. سلام آقا. سلام جناب کمیسر. مراد تا حدودی منو در جریان قرار داد ولی هنوز چیزی معلوم نیست. برای همینم اگه میخواین کمکتون کنم باید آروم باشید و هر کاری من میگم انجام بدید. باشه؟ البته جناب کمیسر. پس سوار شید بریم. بریم. بفرمایید.
اینجاست. مطمئنی؟ بله قربان. اینجاست؟ زود باشیم بریم. هی یه دقیقه آروم باشید. آمدنی چه قراری گذاشتیم؟ نمیتونن که یه اسباب به اون بزرگی رو جلو چشممون بدزدن. بریم یه نگاهی بندازیم اول. خسته نباشین. ممنونم، بفرمایین. گزارش گم شدن یه اسب به دست ما رسیده. اومدیم یه گشتی بزنیم. یه اسب گم شده؟ داره. صبر کن ببینم. خوش اومدین قربون. چه کمکی از دستم برمیاد؟ میخوایم یه نگاهی بندازیم همین. البته هر جا رو میخوایم بفرمایید ببینین. این کاروایه. اینم شناسمش. اسم این یکی هم کاراچایه. اینم شناسمش. کاراچای. اینم کاراتای. شناسمش هم اینجاست. خب درسته؟ آره. اینم آخریش کارایر. شناسنامش هم اینجاست. قربان من میدونم جاش کجاست. ممنون. بیان اینا هاش اینجاست. ولی نیست. بیا پدر، بیا بریم. قربان باید یه جایی همین جاها باشه. پنهونش کردن. هیچ فروزم که به خاطر حرف تو خرابش کردم و عقلمو دادن. بیا بریم. اینجا بود. قسم میخورم اینجا بود. کار خداست برادر. انسان جایز الخطاست. اشتباه دیدی. حالا میبینی. برادر رضا حرفمو باور کن. دیدمش. دیگه ما رو راحت بذار. برو پی کارت. مراد این دومین بار بود که فریبم دادی. یارت راحت شد. شیطونه میگه ببرش بالای کوه یه جایی گم گورش کنم. خیلی خواب زود باش. سوار شو دیگه. صدات هم در نیاد. قربان چرا دروغ بگم؟ آخه چه نفی به حال من بابا داره؟ هنوزم حرف میزنه. سوار شو دیگه. چطوری فهمیدن؟ چطوری؟ بچه‌ها ببینید کی به پرونده اون اسب گم شده تو سال 2003 رسیدگی کرده باشه؟ من. الو بفرمایید قربان. باشه اومدم. ای خدای من. با این همه کاری که داریم تازه باید به مسائل آقام رسیدگی کنیم. زنده باشین قربان. در حال مثل اینکه حق با توه. به نظر من اونایی که اونجا بودن آدمای قابل اعتمادی نیستن، ولی مسئله اصلی اونا نیستن پسرم. ببین مراد، نمیدونم تو چطور درگیر این ماجرا شدی، ولی بگو ببینم تو این آقا رضا رو خوب میشناسی؟ نه خیلی خوب قربان. چطور مگه؟ ببین پسرم، این پرونده اسبیه که تو میگی اسمش سیرماست. یعنی چی؟ این اسب رو بعد از اون جریان تو سال 2003 پیدا کردن. به صاحبش هم تحویل دادن.
ببینم پسرم، نکنه اینا دارن سرت کلاه میذارن. وای شریک. شریک دیگه کدومه؟ چیزی نمونده بود گیر بیفتیم. به لطفت دیدی که گیر نیفتادیم. همین که تو خبر دادی ما مهربونا قایمش کردیم. حالا کجاست؟ اینجاست؟ اون پشته. چند دقیقه دیگه میبریمش. در حال فردام که تو مسابقه شرکت کنه بعدش دیگه خلاصیم. میخواد بمیره میخواد ناقص بشه مهم نیست. سیرما، به خونت برمیگردی مهربون، تو برمیگردی. ساکت ساکت. اگه قراره بریم زودتر بریم. اسبه باید استراحت کنه، به نظر خسته میاد. اونجا چه خبره؟ نعمت زود باشین ببینم اسب سوار کنیم. ببینم فردا چی کار میکنی قشنگه. دوپینگش هم بکنی سائقه میشه سائقه. با دامپزشک صحبت کردی؟ نمیتونه دوز بالای دارو رو تحمل کنه. چیزی نمیشه. باید قبل از اینکه بهم بفروشی فکرشو میکردی. بریم سیرما، نترس اسب مهربان، نترس، نجاتت میدم.
افه جان بذار یکم بیرون باشه بعداً میاریمش تو. باشه من اینجا صبر میکنم. باشه صبر کن ولی اون بیچاره رو راحت بذار. چشم مامان ملک. افه بیا این کتت هم بپوش. چشم. برو جک اگه راست میگی حالا چنگ بزن. چی شد؟ بیدار شدی؟ بدری چرا این کارو میکنی؟ تو واسه چی این کارو میکنی؟ دیوونه شدی؟ جونتو از دست میدی؟ من فقط دارم سعی میکنم حق پدرتو ادا کنم. خیلی اشتباه میکنی. اولین باری که اومدی از پدرم اون اسب خاصی حق با تو بود. پدرم بی ربط میگفت. اون هیچ وقت نفهمید اینا حیوانن. براشون ارزش قائل میشد. به خاطر کی؟ به خاطر موجوداتی که هیچی حالیشون نیست و هیچی نمیفهمن. اون حیوونا بیشتر از اون به اصطلاح آدمایی که تو باشون شریک شدی حالیشونه. نکن بدری. حتی اگه برای تلافی از پدرت هم میخوای این کارو بکنی گناه داره. حیوان میمیره. خودت هم میدونی. آخه حیوان چه گناهی کرده؟ ببین بگو اونا بهت چقدر پول میدن. هرچی دارم میفروشم و خودم اون پولو بهت میدم. قول میدم. خواهش میکنم بدری. بدری 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 چه خبر اسب بی معرفه؟ میبینی با هم چی کار کردی؟ بدبختم کردی بدبخت. تو بین من و پدرم فاصله انداختی. متوجهی؟ پدرم به تو خیلی علاقه من. همیشه همینطور بوده. همیشه. سیرما تو نزنی فرار کنه بگیرینش سیرما نشو بیا علت باش برو حرف نزن. بریم ببینیم اون یارو رو که بسته بودیم چی شد. نکنه این دیوونه اونم آزاد کرده باشه. باشه رئیس. سیرما خیلی خوب بایسید. عجب دوندمونا. معلومه ای بود.
بگیرینش نزدارین دره جلوشو بگیرید بیای 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 باید اینجا باشه. سلام علیکم. علیک السلام. تلفن داری؟ باید فوراً کمکم کنی. خیر پسرم، البته که دارم، با هم بیا. قربانت. اسم منو بنویس. اسم منو بنویس آقا. اسم من یادتون نره. منم عجله کنید. شرط بندی. خیلی خوب یواشه. خیلی خوب آروم. نوشتم برادر، نگران نباش. باشه. نوشتم. مال تو هم نوشتم. خالد بفرما دکتر. بیا این کارو انجام ندیم. برای چی انجام ندیم؟ دیوونه شدی دکتر؟ این مسابقه خیلی مهمه. خب آخه این حیوان گناه داره. ای بابا، حیوانو ولش کن. باید توی این مسابقه برنده شه. بعدش هم هر چی میشه بشه. ولی میدونی من اصلا الان که وقت فکر کردم به این چیزا نی. نه، وجدانم اجازه نمیده. نمیتونم این کارو بکنم. ما حیوانو میکشیم. تو که نتونی، خودم که میتونم. اما آمادن؟ بله آمادیم. خیلی خوب. دوستان سوار شین. همه سر جاشون. پلیس ها اومدن. پلیس فرار کنید. بچه فرار کنید. پلیس همتون سر جاتون وایسین. فرار تسلیم نکنید. بشید. همه سر جاشون وایسن. نمیتونید فرار کنید. تسلیم بشید. اخبارو بگیرید. بگیرید نظری فرار کنن. همشونو بگیریدشون. اخبارو بگیرید اینجا. باشین. اونور اونو بگیر. تو من آزاد کردی؟ آره. سیربارم تو رها کردی؟ ولی برای چی؟ مراد، سیرما بارداره. چی؟ سیرما عزیزم. سیرما عزیزم. چه درد سری که واسم درست نکردی. سیرما پدر بدری، پسرت میگفت ولی باورم نمیشد. ولی حالا که شنیدم چطوری سیرما رو صدا میزنی باورم شد. پس این برات خیلی مهمه و دوستش داری، درسته؟ خب این لطفمو فراموش نکن. نه نزن. از جلوم برو کنار. تازه اگه بعد از آن پولی که امروز بهش زدم زنده بمونه باید به یه اسب ناقص رسیدگی کنی. منم نزنم به زودی راحتش میکنی. برو کنار. بسته ببینم. دش کن. سیرما عزیزم، منو ببخش. سیرما حامله است. چی؟ سیرما پسرم، تو کار من بود پدر. راستش میخوام واقعیت رو بگم پدر. من به اون حسودی میشد. همیشه فکر میکردم به اون خیلی توجه دارین. اشتباه من بود پسرم. اگه تو اینطور فکر میکردی به خاطر این بود که من باعث شدم. پسرم، سیرما داره میمیره. من شما رو میشناسم پدر. هر کاری که از دستتون بر بیاد انجام میدین تا خوب بشه. پسرم
گریه نکن عزیزم. همونطور که مراد قول داده میبردت باغ وحش. اما مراد منو دوست نداره. دلم برای بابام تنگ شده. اون منو هیچ جایی نمیبره. پسرم چی شد؟ همه چی رو برا شد مادر. خدا رو شکر. تو چت شده ها؟ دومان رفتش. به نظر من نرفته. مگه میشه نرفته باشه؟ نیستش دیگه. شاید یکی برش داشته برده. یعنی چی؟ یعنی دومانو دزدیدن؟ آخه برای چی؟ کی میتونه اونقدر بد باشه که یه حیوانو بدزده؟ فکر میکنم بدونم کار کیه. به عمرم همچین چیزی ندیدم. ای بابا خیلی مسخره است حساسیت به گربه. آخه چطور ممکنه؟ همینطوری که میبینی مثل تو. ساکت شو. خوب شد که بازم به موقع فهمیدی وگرنه وضعیت خیلی بدتر میشه. از این بدتر دیگه چی میشه؟ مثلا ممکن بود خدای نکرده حیوانو بفروشی، بعدش بعد دنبالش میرفتی حق اون ادا کنی. مسخره بازی در نیار. آخه حیوانم حق داره. کلید خونتو بده ببینم. باش. دلم برات خیلی تنگ شده بود دومان جون. تختت هنوزم آماده است دومان جون. نگران نباش. کپه آیشه دختر علی آقا همسایه مونه. گربش گم شده بود، گفتم بگو چه شکلیه، نشانیشو داد. کپه دختره؟ آره بده دیگه. اون دختر نیست، تازه اسمش هم تومانه. نه کپه سوپش بده. افه گربه رو نمیخوای به آیشه بدی؟ ولی اون مال منه. یعنی میخوای بدزدی؟ ای بابا کی میتونه انقدر بد باشه که یه حیوانو بدزده؟ مواظب خودت باش. تو هم با تو نبودم که. اسم اون کپکه. نه دومانه. کپکه. دومان کپک. دومان کپک. خدایا شکرت. نمیخوای که کاراشم برداری بری؟ چطور ممکنه همچین کارو بکنم برادر رضا؟ بی‌نظیره. مراد خدا ازت راضی باشه. خدا از هممون راضی باشه. سیرما رو اول از خدا بعدش از تو دارم. ممنون از این که اونو بهم برگردوندی. مراد تو باعث شدی پسرمو دوباره پیدا کنم. بس دیگه حلالم میکنی برادر رضا؟ حلالت کردم. قربونت برم. سلام علیکم. چطوری اوستا ابراهیم؟ علیکم السلام. خوبم مراد. باز میکنیم مگه نه؟ انشالله اوستا ابراهیم. میدونم این کارو نباید علنی کرد، ولی تو همش به مردم کمک میکنی. بهتر از من میدونی کی محتاجه. میشه اینو به عنوان صدقه بینشون پخش کنی؟ البته خدا قبول کنه. خیره ناز داشتی؟ یه دوستی به اسم سیرما ازم طلبکار بود. واسه اونه.
این دوست کیه؟ من میشناسمش. نه نمیشناسیش. اون نمیتونه مثل ما صحبت کنه، نمیتونه حرف بزنه. متوجه شدم. طلب حلالیت از اونا اینطوری انجام میشه؟ یه آدم مطلع بهم گفت کسایی که حیوانات رو اذیت کردن باید با صدقه زیاد و اشک چشم گناهشون رو کنن. خدا کمکت کنه مراد جان. خدایا هر کاری که انجام میدم فقط برای جلب رضای توه. درای رحمت تو به روی من باز کن که بدون تو موفق نمیشم. دستمو بگیر که بدون تو نمیتونم راه برم. من گدای درگاه تو هم، در حالی که تو سلطانی. خدا خواهش میکنم به دادم برس، منو تنها نذار خدایا. انشاءالله که خیره. بسم الله الرحمن الرحیم.